بنده سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شهرپور حسام الدین مرادov میباشم. در قضیه‌ای که در ولایت استان پیشان بدخشان روی داده ایستاده است، اولا همچون خادم دین از خداوند تمنا دارم که خداوند فتنه ها را دور بگرداند، زیرا که خداوند خود در کلام پاک می‌فرماید الفتنه اشد من القتل، فتنه از آدم کشی گناهش وزین‌تر است. گروه های افراطی برآمدن که مردم یک آرامی مردم اینجا ناآرام میکنند، فتنه میاندازند. من گفتنی هستم که از خدا بترسم، شکرانه همین صلح صلاح یکدیگر فهمی کنیم که این صلح صلاح با یک قیمتترین چیزی هست که این ما به دست آوردگیم، این ما برهم ندهیم. و خداوند در کلام پاکش باز میفرماید استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدای ما و شما میفرماید، امر میکند برای تمام بندگانش، امر میکند که شما چنگ بزنید بر اسمان خداوند، شما پراکنده نشوید. واعتصموا بحبل الله جمیعا به یک بارگی ولا پراکنده نشوید. اویی که مثال بر ضد جماعت است، بر ضد قلب، بر ضد آرامی مردم است، اون منافق است، نشانه منافق است. با جماعت بودن نشانه ایمان کامل است. با مردم باشید، با خلق باشید، زیرا که خدای ما و شما و سوار اعظم جماعت را دوست می‌دارد. پیغمبر خدا میگه جماعت سنت مؤکد لا یخالف الا منافق. جماعت سنت مؤکده پیغمبر گرامی اسلام است، ضد جماعت مگر که منافق است. کسی نیست مگر منافق است. کسی برهمی ضد خواب جماعت میتینجی آرامی می آید، این نشانه منافق است. این گروه های افراطی دشمنان زرخریدی هستند که فریب میکنن مردم عزیز را. آنها فروخته شده هستند، فروخته شده این ملت هستند. و همون خاطر خواهش میکنیم که جوانان عزیز، مخصوصا جوانان بدخشان، فریفته دسیسه دشمنان این ملت نشوید. شما این صلح صلاح یا دیگر فهمی که به یک عذاب به دست آمده است، این را از دست ندید. یک بار و دولت همسایه نظر کنید. قریب 40 سال این جانب جنگ و کشتار و خونریزی است. جنگ قشاقی است. جنگ عاقبت یک بدبختی دارد. و همون خاطر خواهش میکنم از تمام مردم با فرهنگ عزیز